چراغ مطالعه سیلورلایت مدل 1207 یک چراغ مطالعه مهندسی بسیار با کیفیت که اینجا ما رنگ مشکیشو داریم و میخوایم امروز بهتون معرفیش بکنیم. خب همونطور که میبینید این چراغ مطالعه داخلش به خوبی توی یه دونه در واقع بخش کارتونی اضافه قرار گرفته و در کنارش یه دونه آداپتور 12 ولت مخصوص این چراغ مطالعه و همینطور یوزر گاید و معرفی و راهنمای نصبش قرار داره و خود چراغ مطالعه و پایه اون. خب این چراغ مطالعه همونطور که می‌بینید 6 تا مفصل، این قسمت پایین، این وسط قبل از گردن کوچیکش، بعد از اون با درجه در واقع روتیت و همینطور تیلت و همینطور یه دونه قسمت کوچیک‌تر تو این بخش به شما عرضه شده و همینطور داره آپشن هایی مثل آن آف، تغییر نور برای استفاده از بخش مهتابی، آفتابی و ترکیبی و همینطور دیمر 10 تا 100 درجه. کلی امکانات در مقابل شما قرار داده که بتونید استفاده بکنید و همینطور از بیلد کوالیتیش باید بگم که بسیار با کیفیت. پایه اون فلزی هستش و سنگینه و بدنه اون هم پلاستیکیه، ولی من که از بیلد کوالیتیش بسیار راضیم و همینطور بیش از 100 نظر مثبت ویژیکالا داره که نظر ما رو خیلی به خودش جلب کرده. امیدوارم لذت برده باشید.